در عالم واقع نیست. الان سن ازدواج انقدر رفته بالا، دختر و پسرها تقریبا تو اون دنیا به هم میرسن. همچین فاجعه خدا شاید. خواستگاری قدیم زیاد بود، یعنی جوری اوضاع خواستگاری خراب شده در آینده سوال امتحانی بچه‌های مدارس میشه خواستگاران که بودن، چه کردن و چرا منقرض شدن. دختره یه عصر جمعه نشسته بود تو خونه‌شون، از این دخترایی که بالاخره ناکام بوده تو قضیه خواستگاری، دلش خیلی گرفته بود، برداشت یه پست درست کرد گذاشت توی اینستاگرامش با این عنوان که از عصرهای جمعه بیزارم، کوف عصرهای جمعه خیلی دلگیرم، اصلا جمعه خرس. افغانی اومده زیرش کامنت گذاشته خر پیدرت از پدر سگ، و تو شوهر نمیشود مرا ظلم روا میداری، فوش میدهی، مرا فوش میدهی، یک کاری کنم گولای قالی پرپر کنی. ببین چی بوده داستانش. اونا اسمشو جمعه شنبه یک شنبه همه چی دارن دیگه. بیا بالا.